من خرج الی المسجد ضامن الله، کسی که به مسجد میآید و برای آبادی مسجد خدا خواهد انشاءالله میان ببندد، ضامنش خدا میگیرد. ضامن گفته که کفیلشه. خدا عمرت برکت میتید، رزق برکت میتید، خدا انشاءالله خاندان برکت میتید. از جای میگن من روز خوش میتیم که گمان نکره با میکنیم خونه خدا را خدمت کنی انشاءالله کم نمیشی. چون خونه کی است؟ الله است. من انشاءالله خدا خواهد حضرت پیغمبر چی گفتند؟ ابو هریره روایت کرده که حدیث خدا خواهد امام مسلم است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احب البلاد الى الله مساجدها و ابغض البلاد الى الله اسواقها. گفتن بهترین گفتن خدا خواهد گوشه پارچه زمین در دنیا چی است؟ مسجد ها است. بدترینش گفتن چی است؟ بازار ها است. بدترین موضع، چون که در اونجا همه گناه است. این فریبگری، تراز زنی، این دروغ، قسم، بلا بدتر همش در اونجا که در این خانه خدا چی؟ الله های سودا چی میکنیم؟ از آخرت میکنیم انشاءالله. حرمت المسجدی که حرمت الامی گفت پیغمبر. حرمت کردن مسجد مثل حرمت کردن مادر است. مادر تا چی حرمت بکنیم میترسی عاقل نکنه، اگر عبادتات بیکار نشود دوزخ ندارای. خونه مسجدم چی حرمتش؟ مثل مادر است. این حرمت چه بجا میاری انشاءالله، این خدمت چه بجا میاری، طاعت عبادت چه بجا میاری خدا خواهد انشاءالله. اینجا فقط عبادت که نگه به دنیا نزنه، ولی بسیاری جهان چی است؟ مسجد ها بازارش دیگه است. دولت به تشخیص کاوشه تعریف میکنند خرشه این مسجد برای بیناش نگی نیست. حتی پیغمبر میگه اگر یک آدم خیزه در مسجد گوه که من $100,000 ما گم کردم، مردم که یافتاشه بتید دعا کنه که خداوند بر نگردوند. همون $100,000 معلومت کنه که این برای دولت اعلام نیست. اینجا برای چیه؟ بنیان العباده. حضرت امام مسلم که برای عبادت فی تلاوت القرآن، برای تلاوت قرآن، برای ذکر این بیناش دیگه، برای رکلام نیست. این وقت هم شده از عزیزان من، الله فرصتیت بیشتره که به شما علاقه بند نشین. روزایی که کار میکنین ما دست میچی نمیاد، لیکن سخن خدا پیغمبر انشاءالله رسوندن به شما حرکت میکنیم خدا خواهد در دورهای کاریتونم. لیکن اکنون خدا خواهد انشاءالله الله امروز فرصت داده است، این وقت غنیمت، اکن کمر همت بندین خدا خواهد انشاءالله. گفتم کودری را یک سوم که خدا خواهد به جا نمیرادیم. حتی روز قیامت الله محکمه سودیش نه وقتی که انسان از قبر میخیستش از 4 چیز میپرسش. یک مالی قدم تا نمونده از 4 چیز جواب میده. یکم از مالی که بی ما افنا، مال دادم تمی خدا گجاند سرش کردی، دیسکتیک نمی، عرق نمی، توی نمی، فساد نمی، گجاند سرش کردی جواب میدادی. خیزی گو که الله جا من در دنیا مسجد ساختم، $100,000 دادی خدا خواهد $10,000 شب بردم درای خودت دادمش، قند ازم بندم، مکافاتش در اینجا می خدا خواهد جنت میره تو بندم. شما خیال نکنه که حیات میبره، نه الله ایکو هیچ وقت حیات نمیبره چیزا را، همش من ضبط شده است. نال هر کمی زندگی ما خدا خواهد دو کاملا راستنگی ثوابه. من سوره انشقاق خون استعیذ بالله کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. کرام الکاتبین میدانه اون کاری که شما میکنه میگن. و شمال و چراغ و تو رد و تو تگور میدروی، 70 زمین میدروی، رکت دکتی آسمونه برن زینا میکنی کامل اسیان کش تو اسیان کن دنیاگی نیست لاخت انشاءالله او دلیل چی میگه؟ الله او دلیل میکنه. کدام وقت گناه تا او دلیل میکنه؟ اگر ثواب زیاد شد گناه او دلیل میشه، اگر گناه زیاد شد ثواب او دلیل میشه. دو حالت، یک خلاف اگر نامه هم باشه به دستی راست میگیره، بعضی بچه هم میگیره، بعضی از قفل سینت میگیره. این ناموس شفشته به بدبخت دادن هم حیفه خیره کلت میکنن. همین بیا کاری که الله راضی باشه. گر خدا شود نگه از بنده راضی و او یار است استقبال و ماضی. اگر کاری کنه که خدا راضی شود دو دنیا تو آباده.
گر شود مولا از بنده آزار، همه در دو عالم از تو بیزار. اگر خدا نشاید که از ما بیزار شود، ای ما بیزار شود، همه در دو دنیا از ما بیزار میشن. کاری کنیم که الله راضی شود، کاری کنیم که انشاءالله پگه این دنیا دم و آخرت هم اجر مکافات داشته باشد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. پاک و پروردگاران چه مسئله که ذکر کردیم، خداوند اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگردانی، همیشه برای راست، برای صراط مستقیم هدایت نمایی، توفیق اطاعت و توفیق عبادت کرامت نمایی. خداوند محبت خودم، محبت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم، محبت قرآن و محبت مساجد خداوند در دلهای مایان خداوند جایگیر بگردانید. همه قوم و جمعی که در اینجا دست برداشتن پروردگارا چه مقصد و چه آرزوها دارند، خواه دینی است و خواه دنیای، خداوند با فضل و کرامت برآورده خیر بگردانیم. به خداوند و بیمار الاسلام خداوند شفای کامل، قدردان الاسلام خداوند خود نجاتی، به فرزند الاسلام و فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایید. به توفیق اسلام خداوند خودت برای راست، برای صراط مستقیم خداوند هدایت نمایید. آنانی که در سفر هستند و نیتی کمک کردن دارند به خانه خودت، پروردگار سفرهای با برار، صحت بردی سلامت، با کیسه های پر، با رویهای سرخ، نزد خاندان، نزد وطنی عزیز برگشتن را الله نصیب بداری. سوداگرا را در سوداش، هنرمندا را در هنرش، کاسبا را در کسب و کارش، دهقانی که امروز وقتی غنوچین است، خداوند در دهقانیش برکات عطا، طالب علم را خداوند در علمش خداوند خودت برکات عطا. خداوند در تمام دنیا تینج آرامی خاطر جمعی، یکدیگر فهمی، صلح و امنیت و این بیماری که در تمام دنیا تشویش آورده است، خداوند برآورده خیر بگردانی. و این عرفه استقلالیت است، پروردگارا استقلالیت به ما نعمت بسیار داد، چی در دین چی در دنیا، خداوند تا قیامت پایدار بدار. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق، انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک.